با سلام، با قسمت چهارم از سری دوم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما هستیم. در این جلسه تفاوت حروف بزرگ و کوچیک رو تو چند تا حرف که جلسه قبل با هم تمرین کردیم دوباره به شما تدریس میکنم. تفاوت بین س و ش. س با 3 تا نقطه تبدیل میشه به ش. س ش. حرف ن که قبلا با هم تمرین کردیم اون هم بزرگ داره و کوچک. حرف م که اون هم حرف م بزرگ و م کوچیک هست و حرف او، این هم او هست هم او. اینجا با هم واژه داریم. من واژه ها رو میخونم، فکر کنید ببینید میتونید این واژه ها رو بخونید. واژه اول آش، واژه دوم شنبه، شنبه، واژه سوم سه شنبه، سه شنبه، واژه چهارم بیمار، بیمار، واژه پنجم شنید، شنید، سود، صدا. میتونید ویدیو رو قطع کنید و تمرین کنید که آیا میتونید این واژه ها رو به فارسی بنویسید یا نه. من الان فارسی اونها رو برای شما می نویسم. به دست من دقت کنید. آش، ش در پایان کلمه همیشه بزرگ هست. شنبه، شنبه، سه شنبه، سه شنبه، بیمار، بیمار که میتونم اینو اینجوری کنم. شنید، شنید، سود، صدا. این یک شکل دیگه از سه در فارسی هست. پس ما دو نوع سه در فارسی داریم، یا این شکلی یا این شکلی. از سه دو شکل تا اینجا در فارسی هست. حالا یک جمله داریم، میتونید این جمله رو بخونید. سارا شنبه آمد. سارا شنبه، میتونه این گرد باشه، آمد. ببینید ا او کجاست؟ شنبه، سه شنبه، صدا، شنبه، آمد. اما اینها در گفتار استفاده نمیشن یا در نوشتار. تا جلسه بعد، خدا حافظتون.